با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز. خوش آمدید به یک درس دیگه از سری درس های آموزش زبان آلمانی با علی. تو این درس میخوایم یک نگاهی به تلفظ اغ، اس و ها بندازیم. دوستان اول یک نگاهی بندازیم به حرف اغ. اغ هر وقت که در پایان جمله بیاد صدای ا میده. یک ای خیلی کوتاه مثال میزنیم: وینتر یا اوا. در اینجا میبینیم که صدای اغ یک ای کوتاه تلفظ میشه و حالا بشنویم که کجا صدای اغ میده. بچه اغ دو مثال بزنیم با اغ که صدای اغ میده. مثال فاقد، فاقد یعنی دوچرخه، در اینجا صدای اغ همون اغ میشه. یا مثلا رادیو، رادیو هم همون رادیو هست، در اینجا صدای اغ همون اغ تلفظ میشه. و حالا میپردازیم به حرف اس. بچه اس هم بعضی جاها صدای ز میده، بعضی جاها صدای س میده و همینطور یک اس دیگه هم داریم که به این اسم میگن است. این اس هم جالبه. خب اول ببینیم که کجا صدای ز میده این اس. ببین توی کلمه زایل صدای ز میده و همینطور توی کلمه لیزن صدای ز میده. زایل بچه ها به معنای تناب هست و لیزن به معنای خواندن. دلیل این که اس چرا اینجا صدای ز داده، این حرف جلویش هست که حرف صدا داره. هر وقت اس بعدش یک حرف صدادار بیاد صدای ز میده دوستان. و اما دوستان عزیز، هر وقت که اس داخل یک جمله هست که بعدش حرف صدادار نیست صدای س میده. مانند داس یا لیسته. لیسته به فارسی بچه هم لیست میشه یا فهرست بهتره بگم. و داس با داس فعلا هستیم. داس کلمه که همیشه استفاده میشه توی زبان آلمانی به عنوان آرتیکل. به نظرم که معنی خاصی نداره. داس فقط یک آرتیکل است. بعدا میپردازیم به اون. حالا ها هستیم با حرف داس. و دوستان از همینطور که قبلا هم اشاره داشتیم به دوپل، اینجا هم اس هم به صورت دوپل نوشته میشه و گفته بودیم که هر وقت یک حرف دوپل نوشته بشه حذف صدادار قبلیش کوتاه تلفظ میشه. این کلمه رو بشنویم: لسن، لسن. میبینید که حرف آ صدا داره اما به خاطر اینکه بعدش دوتا اس پشت هم اومده حرف آ را کوتاه تلفظ میکنیم: لسن. لسن هم به معنای اجازه دادن میشود. و دوستان رسیدیم به حرف است. با است هم یک مثال میزنیم: قوس، قوس. بین گ و غ صدای نباید تلفظ بشه، باید به همون چسبه قوس، قوس. به این صورت تلفظ میشه قوس. و یک مثال دیگه هم میتونیم بگیم اشتغاسه، اشتغاسه. بچه قوس به معنای بزرگ هست و اشتغاسه به معنای خیابان. و همینطور دوستان عزیز، هر وقت بعد از اس پ یا ت بیاد صداش عوض میشه. البته فقط در شروع جمله. ببینیم که به چه شکل است. بعد از اس اگر پ بیاد اشپ خونده میشه، اشپ. مثل اشپیل، مثل اشپیل. اشپیل بازی هست بچه ها. مثل اشت، اشت، اشتات. بعد از اس اگر ت بیاد اشت و مثالش هم اشتات هست. اشتات به معنای شهر هست. و اما حالا به حرف ها میرسیم. دوستان از این ها هم بعضی جاها تلفظ میشه و بعضی جاها تلفظ نمیشه. هر وقت در
اول یعنی در شروع کلمه قرار بگیره خونده میشه بچه ها. مثل هازه یا هل. هازه به معنای خرگوش است و هل به معنای روشن، نه که لامپ روشن کردن یا وسیله رو روشن کردن، به معنای رنگ روشن یا هوای روشن، به این معنا است هل. و حالا این دوتا کلمه رو با هم میبینیم. ذهن که ه در آنجا تلفظ میشه ذهن یعنی دیدن، و ذهنن ذهنن اشتیاق داشتن، اما ه اینجا تلفظ نمیشه. دلیل اینها چیه دوستان؟ دلیل ذهن که اینجا تلفظ میشه، ذهن ها که تلفظ میشه در اینجا، دلیلش اینه که دو طرف ها حرف صدادار ا قرار گرفته، پس ها تلفظ میشه. به خاطر اینکه اگر دوستان ها در این وسط قرار نگیره زین اصلا خونده نمیشه. این وظیفه ها اینه که این دوتا را از هم سوا کنه، زی و ان را، و خودش هم اینجا تلفظ میشه محکم ذهن. ذهن دیدن. و اینجا تو این کلمه دیگه بچه کلمه ذهنن ذهنن اینجا وظیفه ها اینه که حرف صدادار قبلیشو کشیده تر تلفظ میکنه، باعث میشه که طولانی تر تلفظ بشه حرف صدادار قبلیش. ذهنن 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 هم دوستان به معنای اشتیاق داشتن هست. و دو مثال دیگر رو با هم کار میکنیم. فاغن فاغن ناه فاغن ناه. و ها در اینجا هم خونده نمیشه توی فاغن، برای اینکه حرف بعدش صدادار نیست. فاغن فقط آی قبلیش هم میکشه چون آی قبلی صدا داره. فاغن فاغن به معنای راندنه، راندن یا رانندگی کردن وسیله نقلیه یا دوچرخه، موتور، ماشین، اینها رو میگه فاغن یعنی رانندگی کردن، راندن. ناه توی ناه بچه ه خیلی کم شنیده میشه. ناه 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 به معنای نزدیک بودن، در مجاورت بودن. اینجا صدای ها شنیده میشه خیلی کم، برای اینکه قبل و بعد ها حروف صدادار هست. بله دوستان عزیز، به این ترتیب به پایان این درس هم میرسیم. دوستان لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.